ایرا جکچارویچ میگه ایرا سرپه میگه ایرا جکچارویچ میگه ای ای باباگی مامون ای مایدکیمون مودا یاد دادگی ای رسم مودا ایو هسته همین چیزایی که در همه چی دیدستین همش رسم مودا هسته کلینامون دخترامون دا به ای ما عروس کردن میتونیم ایرا میدوزیم تیار میکنیم کرامه را همش تیار میکنیم باید عروس کردن ای خونه گوشه میکنیم دخترامون کلینامون همه خیلی میاریم ایرا بالای تخته دا میکنیم او دا همه حساب کرده میدوزیم هم ماشه حساب کرده میدوزیم در عروسای حاضر زمان هم میبرن حاضر زمان دا مودا حاضرم هسته هسته خوی؟ حاضرم رسم مودا هسته به همه شوهر نمیتیم به این شوهر نمیتیم ما رسم مودا همه میدوزیم تیار میکنیم بعد بسیل میکنیم ای خانم ایرا میدوزن در چی میکنن ایش چیش عجوی بایم؟ ایرا گفت دونه هر یک کوکشه حساب کرده میدوزن همین دکان دا میدوزن گفتن اوشه در دکان میدوزن ایرا همین که در مطلب میدوزن ایرا در بلوی همین کرکوشون چی میکنن ایده طرف ایرا در موبایلش اینی سکنجوش کتو میکنن از جماعت رودکی دیهای حافظ شیرازی میباشم و چند سال است که با دختن تکسری ها توقی و جامعه‌دوزی مشغول هستیم و هنرمندان هم کلین های هم میدوزن هم خودم با این کسب و مثل رغبت زیاد داریم و خیلی میبینین تکسری ها هستند این گل هایی که برای عروسان میدوزن خیلی قیمت اینا کلین ها با این دختنی بالای گاوره دست پوشک اینها مشغول هستند اینا باز این برای ناپختن برای دختن کروغ ما مثل مشغول هستیم و وقتی خود رو ما بیهوده نمیزنیم در وقت زمستان ما فقط میشینیم میدوزیم وقتی که بعد بهار باز مثلا در زمین و با پروری و در خشکی باز ما مشغول هستیم در زمستان در عین حال که ما بیکار هستیم و دختن اینمی شیراز و کرته و تاقی و تکسری و جامعه مشغول هستیم. با توصیه شما برای دختران جوانی که یگان هنر ندارن ما همین راست بگم من زنی که هنر نداره نفس نمیبینم باید هر یک زن به خود یک هنر داشته باشه یک کسب داشته باشه او زنی که هنر نداره کسب نداره در زندگی خار میشود شرط نیست که همه کارا مردک بیارد و بکند برای که اگر همش از مرد وابسته باشد تو او زن در خانه خور می شود ما نمی زندگی را اینم کلمه همش صاحب کسب دو تا مثال که من در کالج چیبی خوندم هم مثال دختری کردم میدن هم با میشتن در وقت خالی با کتادوزی و با شکندوزی مشغول هستم خب اینمی دستبنده کن مای مدت حوض داره که فرزند خودش یکم بعدا نگیرده شود برای مدت کردن نمی گواره پیش از سما دستبنده در کوره ما میره میتونیم که یک عادی‌ترین چیز تیار کنیم هر روز کرته داریم هر روز کرته میکنیم همون باقی مونده امورا کروغ میگیم میشه بی ملول نمیره تشکیل کنیم پول همی نمیره میخرن میتونه که بریم بفروشیم زندگیتون رو بکنیم چون که اجا میره پدرکه میبری توفا میبری بهترین چیزه انا مقصد ازمون هم همیه که چی کردن احیا نمودن انانه‌های ملی همینه مقصد ازمون همیه یکی همه رفیقا برای یک زیب زینت همین زن مادر خودش پاره اینمی پاره همش میپردایی نمیره میتونی که یک رفیقه رو مادر کنی یک عروس هم توی خبر میکنم بهترین توفه همیه نمیخریش محصول مینت خطه هم ثواب هم مزد همین نداری نام نستون هنرمند نظیر و گلبهار احمد اونا هنرمند نظیر بخشم ما ای باباگی ماماگی ای همین چیزامون همه خیلی آموخته کردگیم که این چیزای لقایی یا همه چیزای لقایی یا شیرازه یا برای پوچه شیرازه برای پوچه میکنیم یا را با تخته میدوزیم میکنیم یعنی یا را همه این سلپه میگه ایرا مدن سلپه میگه ایرا جوچاروچ میگه ایشان سلپه میگه ایشان جوچاروچ میگه برای که ایرا ای باباگی ما آموخته کردگیم
دختر شده اگر عروس بیاریم به این نمیشه به این ما دختر شو دادن نمیتونیم تو که همه را میدوزیم تیار میکنم هم را تیار میکنم بعد دخترامون کشل میکنیم به این ما تماما نمیتونیم این همیورا پول می هنرهای خودمونه این امینو را در کجا استفاده میبرن اینا همینا بلوی خیلی تخته دا میمونیم دا بعد میبوفیم بلوی تخته دا میبوفیم برای چی استفاده میبرن برای روی کرپه این پول برای روی کرپه ها. روی کرپه اویزان میکنن برای زیبایی برای زیبایی خانه عروس اینا ایشان برای همه روی کرپه برای زیبایی خانه اینا میره همشه دمیخه این اگر اینا یک دست یگون شو اگر یک دست کم تر دختر نتونه این تماما نمیشه با ای سر ویرون میکنه بعد حساب کده اینا میره همشه با حساب اینا میره ما میدیم همشه در دست هم بگیرن نمره اینا میره بعد حساب کده ما ایرا میدیم این چیزایی که همه رسمی ماده رسمی بسیاری ماده یا هسته نه و شکل دخترم تماشا بینانی عزیز نگاه کنین همین با دست ها با دست ها بس نکی سوزن 3 دونه 4 دونه میسود میکنه میدیزه دوستانی عزیز همین خیلی دختگیه که گویو که ماشینه دخته باشه یا یگان ستانک و نه از نزدیک میارم شما نگاه کنین که شکل دختش چطوریه ایو با دست میدیزیم همشه ایو را تخته دا میبوشیم ایو را با دست همین حساب کرده میدوزیم ایو را میبوشیم با دست ایو را میدوزیم ایو را میبوشیم ایو را با تخته میبوشیم این هنر را دخترامونه انا میره میدوزیم بعد خانه داماد کسل میکنیم این هنرهای این قدر بسیار نازک که به شما کی آموختک؟ چطور که مثل هنرمند بوده ما دا یاد داد ما همه وقتی که کله بودیم هم چند ساله بودیم هفتم سنف 7-8 میخوندیم ما ایرا یاد گرفته بودیم تو همه مکتب بود کردن ما ایرا دختر تیار کردن میمونیم بعدی که مکتب بود کردیم بعد خانه داماد کسی میکنیم این روی کرپه نیوشم روی کرپه نیوشم من نگاه کنین دوستانی عزیز کسی که این اگر میبینه دختر این بسیار ماهرانه و خیلی دشوار است این خیلی میبینین تازه که یک رشته زیادی در اینجا دیده نمیشه انا ایرا میگن هنر دیدین دوستانی عزیز اینا را کدام رزمیری بگند شما تیار کنید؟ همه رزمیر میکنیم اول رزمیر میکنیم ماتریالش هم میگیریم بعد این همه ماتریال را حساب کرده میدوزیم رنگ همه را که حساب میکنیم این هم حساب کرده میدوزیم کچه عرصه مونده دخترها مونده میدوزیم وقتی که ما در نصیحت دادگی که ما اگر چیشیم این رسم ما را شما ایاد نبرارین دستگیری کنه که همین یک اومد دست شما در بمانکی یاد گیرید تشکر زیاد دست محترم این آتلای مثلا نیلی توجیکاستی ای از بابا بودیم آمادگیه خیلی همشون در وقتی اول اینا کبوتی دارد زغالش با آب و مثلا تخم میگیریم میبریم آب میاندازیم کبوتی ها را با پیاز میاندازیم بعد جوشیدن ما زغالا را میاندازیم از همه بهترین هم برای نمی زکام و برای کسانی بود خودی هم تستیوره هم فرمنتی است هم سبک است Ya baru sini kok lagam katibia. Berapa kami nak kok di bas.
یک قاشق چکه بندازیم بعد با چینده چکه بدیم. چکه بندازیم.